هرگی کشید وسط خیابون، سیا یه دونه زد تو صورت سجاد، شیشه ایستفا رو. مثلا قرار دعوایی نبود واقعا؟ نه اتفاقی بود، خیلی اتفاقی بود. خوردید بعد اصلا نفهمیدم چی شد، یه دفعه یه اتفاق عجیبی افتاد اون وسط. بعد جدا شد، همه چی آروم شد اینا. من یواشکی سیا رو بردم توی پاساژ گلستان، توی سرویسش که آبی بزنه به صورتش و اینا. همونجا چیزم بود، علی هم اونجا. علی هم اونجا. آره اتفاقی بود. اتفاقی. اونم نگو از اون ور رفته یه آبی بزنه دست صورتش دیگه. بعد اونجا دیدیم اون آجر برداشت دستش، گفت بیای جلو میزنم و اینا وسط دستشویی. از بغل دیوار فرار کرد رفت روی پل